خب بچه ها، برای اینکه بتونید نور دسته و نور چراغ کنسولتون رو تغییر بدید، توی تیوی دیزیبل آپشنز کلیک میکنید. بعد توی نایت مود، این قسمت آخر که بزنید، دوتا گزینه داره اینجا. یه دونه کنترل برایتنس داره، یه دونه پاور بادن برایتنس که اولی برای دسته است. خب الان شما دقت بکنید، یه لحظه بذار فوکوس بکنه. این من بیام روی قسمت دیفالت اند آپشن، ببینید نور دسته کم و کمتر میشه تا وقتی که خاموش میشه. خب قشنگ خود کنسول هم همینو داره، یعنی قسمت پاور بادن برایتنس. اینجا هم که بیاین بازم همینطور. الان کنسول رو نگاه کنین، روی دیفالت برایتنس باید بزنیم گزینه دومی. ببینید کم رنگ و پر نور. امیدوارم که این آموزش به دردتون خورده باشه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.